عروس جدید همه چیز میخریدند و میآوردند. اتاق جمشید رو زرق و برق میزدن و داشتن به دل من خنجر فرو میکردن. چه روزهایی رو گذرونده بودم و هر روزش عذاب بود. جمشید رو نمیدیدم و ترجیح میدادم تو اتاقم بمونم. هفته‌های قشنگ بهار با غم اندوه من تموم میشد و نمیتونستم گله‌ای کنم. سنگ صبورم خانم بزرگ بود. عمه به اندازه کافی گرفتار علی بود و فرصت نمیکرد حتی پیش ما بیاد. دلتنگ خانواده‌ام بودم و بیشتر از همه دلتنگ خود جمشید. اون اتاق شده بود سنگ صبورم و یه دنیا گریه و بغض داشتم. خیاط می اومد و هر روز برای عروس جدید لباس می آورد. 40 روز گذشت و بالاخره رسید اون روزها. مهمون دعوت می کردند و قرار بود شام و ناهار مفصلی بدن برای خیرات ارباب. عمه ننه رو هم دعوت کرده بود و دخترها از روز قبل اومده بودن. سودابه دوباره کنار نسرین منو آزار میداد. یه لحظه روی پله ها که دیدمش حس بدی به هم دست داد. اون شاید همون زنی بود که جمشید میخواست بعد 40 بیاردش. نمیتونستم نفس بکشم و دستم رو روی گلوم کشیدم. با عجله بالا رفتم و خودم عادی جلوه میدادم. کم کم همه اومدن و بین همه ننه و مریم رو دیدم. با عجله سمتشون رفتم و مریم پیش دستی کرد و منو تو آغوشش گرفت و گفت دیبا جان. محکم فشردمش و گفتم خوش اومدی. لبخند میزد و گفت برات یه خبر خوب دارم. تو چشماش برقی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم و گفت من حاملم. ننه لبشو گزید و گفت زشت دختر کم بگو. ولی مریم حس و حالش دیدنی بود. دهن به دهن خبر بارداریش چرخید و همه خوشحال بودن. اما از این که مادر بزرگ میشد خوشحال بود و من بیشتر از همه. اون شب یک شب به 40 بود. اتاق بالا سفره انداختن و همه دور هم بودن. جمشید وارد شد و تک تک خواهراش برای دستبوسی رفتن. همه رو بوسید و بالای سفره کنار من جای گرفت. هفته ها بود فقط از دور دیده بودمش. یکم صورتش زیر آفتاب سوخته بود و تعارف میکرد شام بخورن. پچ‌پچ‌ها بلند شده بود و میخواستن خبر بارداری مریم رو اعلام کنن. خود مریم خجالت میکشید و نمیتونست چطور قراره به زبون بیاره. خانم بزرگ گفت جمشید داری دایی میشی. جمشید لبخند مصنوعی زد و گفت 10 بار گفتم بهتون. بسه چه خبره؟ هر روز یکی پس میندازین. هر چیزی اندازه‌ای داره. درسته بچه بیشتر بهتر، اما رسیدگیش هم مهمه. خواهرای جمشید خجالت کشیدن و خانم بزرگ گفت مریم حامل است. جمشید حتی لبخند هم نزد و یه تبریک هم نگفت. مریم دلخور شد و عقب میکشید که جمشید گفت غذاتو بخور. مریم دوباره جلو کشید و غذاشو میخورد که جمشید گفت هاشم کجا کار میکنه؟ مریم به من نگاه کرد و گفت با وانت کار میکنه. درآمدش چطوره؟ خوبه خان داداش. داریم 2 تا اتاق پشت اونجا درست میکنیم. تا اول زمستون باید آماده شه که بریم خونه خودمون. بهش بگو فردا صبح اینجا باشه. مریم با ترس گفت چرا خان داداش؟ چی کارش داری؟ نگاه پر از جدیت جمشید جواب مریم بود و سکوت کرد. من بیشتر نگران شدم و گفتم چرا میخوای ببینیش؟ اون زنشه. به منم با جدیت نگاه کرد و نتونستم ادامه بدم. نسرین از وقتی اومده بود فقط سکوت کرده بود و اون روز نمیتونست مثل قبل حرف بزنه. موقع رفتن جمشید خوب دمشو قیچی کرده بود و خانم بزرگ باهاش اتمام حجت کرده بود. دیگه نه رمقی داشت نه قدرتی برای صحبت. مریم دلش میلرزید و با نگاهش از من کمک میخواست. کاش خبر داشت که من خودم روزگار بدی داشتم و چقدر سختی میکشیدم. خانم بزرگ با اشاره به جمشید گفت مبارک باشه مریم. پا قدمش خوب باشه و بعدی انشالله دیبا باشه که باردار میشه. جمشید غذا به گلوش پرید و با خوردن یه لیوان بزرگ آب تونست نفس بکشه. همه ریز ریز میخندیدن و جمشید آروم گفت آره رویا پردازی کنید. با گفتن خدایا شکر
عقب رفت و تکیه کرد. حس می‌کردم که از پشت سرم نگاه میکنه. خیلی وقت بود همو ندیده بودیم. دلتنگی کوچکترین واژه برای من بود. همه خسته راه بودن و برای خوابیدن رفتن. منم تو ایوون میخواستم پایین برم که جمشید کنارم ایستاد و گفت میری بخوابی؟ از صداش جا خوردم. تو اوج صداش یه دلگرمی موج میزد. سرمو چرخوندم، نگاش کردم و گفتم فکر کردم رفتی اتاقت. همشونم پله ها رو پایین اومد و گفت فردا شب، آخر شب خونچه و مجموعه ها رو میفرستم. نخواستم گوش بدم و نمیتونستم گوش بدم. حرفاش آزارم میداد. نگاهمو ازش برگردوندم. گرمای دست و انگشتاشو بین انگشتام حس کردم و انگشتاشو بین انگشتام گذاشته بود. بهش خیره شدم. مسیر نگاهش من نبودم و گفت تو حرفی نداری؟ وای که اون دستش داشت وجودمو با آتیش میکشید. ناخواسته دستشو محکم گرفتم. نمیتونستم بگم نکن. نمیتونستم بگم تو تنها مردی هستی که میخوام و با من و احساسم اینطوری ناعدالتی نکن. آروم نزدیک شدم بهش و گفت چرا برعکس همیشه ساکتی؟ هفته هاست ندیدم تو امشب بعد اون همه روز که دیدمت اینقدر سرد و خشکی. روبروش ایستادم. تو چشمای درشتش خیره شدم و گفتم با یه خنجر افتادی به جون قلب من و بعد میگی سردم. تو میدونی این 40 روز چی به من گذشته؟ یک بار با خودت گفتی خانم بزرگ وقتی پدرت عمم رو عقد کرد بهش چی گذشت؟ من عروس 1 ساله نیستم که کهنه شده باشم. بهم خیره بود و دقیق گوش میداد. خیلی عجیب بود. نه گریه میکردم نه بغضی داشتم. اونی که دستشو گرفتم و گفتم مهم نیست، انگار فردا روز من نیست. انگار دیبا برای مصیبت‌های دنیا چشمه دنیا گذاشته. آهی کشیدم و گفتم مهم نیست. هیچی دیگه مهم نیست. اخم می‌کرد و گفت اون روز دستتو دراز کردی و گفتی کمکت کنم. گفتی دستتو بگیرم. تو فکر می‌کردی من مادر بزرگتم. ریز ریز خندیدم و گفتم آره من اشتباه فکر می‌کردم. جمشید با یه محبتی اون شب گفت منم الان دستاتو گرفتم. دستای من محکم بین دستاش بود و ادامه داد و گفت الان اینجا هستم. اون روز ازم خواستی تا ابد کنارت بمونم. من الان اینجا. ابروام تو هم گره خورد و گفتم پس چرا میخوای زن دیگه ای بگیری؟ این چه رسمیه؟ من نازا هستم؟ من زش هستم؟ نه، من چه ایرادی دارم که میخوای یکی رو بیاری که بشه عذاب من؟ لبخند قشنگی زد و همینطور که جلوتر می اومد سرش رو جلو آورد. پیشونیش به سرم تکیه داد و گفت گاهی وقتا مجبوری به حرف دلت گوش بدی و منم دارم گوش میدم. با پوزخندی گفتم یعنی من تو دلت جایی ندارم؟ عطر موهامو نفس کشید و گفت اون همه دلمو پر کرده. نفسام تون شدن و به عقب هلش دادم. حس تنفر انگار داشت خفم میکرد. با اخم و عصبانیت گفتم تو لیاقت منو نداری. به سمت اتاقم دویدم و حتی نچرخیدم واکنششو ببینم. وارد اتاقم شدم و از حرص به جون وسایل اتاق افتادم. جلوی چشمام برای زن جدیدش تو اتاق خودش تخت خریده بود. یه تخت تاجدار بزرگ. میگفتن از رو تخت ملکه الگو برداری شده. از حرص فقط میلرزیدم. موهامو تو دست گرفتم و میکشیدم. به عصبی شدن اون روزهای خودم میخندم. به هر چیزی از قبل نوشته شده و همه چیز رو خدا با دقت کنار هم چیده. روز 40 ارباب از همه جا اومده بودن. نه با کسی حرف میزدم، نه حوصله خودم رو داشتم. ننه از صبح زود اومده بود پیش من و داشت از مریم و هاشم میگفت که چقدر همو دوست دارن. رفت خوابا و مرتب چید و گفت نمیدونی هاشم مدام میگه مریم خانوممه. همه دارن حسودی میکنن. اون لحظه منم به زندگی ساده ولی پر از عشق اونا حسادت کردم. به اون یک رنگی. ننه میدونست اون شب که تموم بشه فرداش عروس میاد و به روی من نمی آورد. نمیخواست بیشتر از اون درد بکشم و عذاب بکشم. مهمونا رفتن سر خاک و برگشتن تا نهار بخورن.
خواهرای جمشید یه جوری نگاه میکردن، یه جوری که انگار من جایگاه اونا رو تصاحب کردم. مجموعه های روبان زده و چیده شده ته اتاق جمشید بود و از سر کنجکاوی نبود، از سر حسادت بود که رفتم اونجا. تمام اتاق برق میزد و آدمی مثل اون که همه جا رو به هم میریخت و حالا مرتب بود بعید بود. یه تخت و رو تختی ساتن و مخمل قرمز روش بود. چقدر آرزو داشتم یه تخت داشته باشم. آروم روش نشستم و حس متفاوتی داشت. توی مجمع‌ها پارچه و طلا و قند و شکلات و برنج و روغن و چقدر کیف و کفش چیده بودن. اون مجمع‌ها لایق خواستگاری اربابی بود. با شنیدن صدای پا دست و پامو گم کردم. چرا اونجا مونده بودم؟ پشت تخت رفتم و بین تخت و دیوار خودم رو جا دادم. خدا رو شکر عزیزه بود و تا دیدمش بیرون اومدم. انگار اجنه دیده باشه. صف دهنش رو گرفت و گفت دیبا خانم ترسیدم. دخترم اینجا چی کار میکنی؟ اگه ارباب بفهمه دعوا را میندازه. به مجموعه ها اشاره کردم و گفتم خیلی قشنگن. دستم رو گرفت و گفت بیا خانم بیا. امروز خودتو به باد کتک نده. خندیدم و گفتم کاش کتک میزد. اما این بلا رو سرم نمی آورد. با عزیزه رفتم پایین. مهمونا بعد یه مراسم قرآن خونی برای ارباب و پذیرایی می رفتن. عمارت خلوت و خلوت تر می شد. خواهرای جمشید برای فردا می موندن و درخواست جمشید بود. روی پله ها بودم. داشتم ننه را بدرقه می کردم که لباس سفید عروسی رو خدمه ها تو دست گرفته بودن و با خودشون بالا می بردن. نرده کنار پله رو چسبیدم تا زمین نیفتم. به اون لباس خیره مونده بودم. چه تور بلندی داشت. یه چیزی به سینم چنگ میزد. ننه ناراحت گفت بمیرم برای دلت. حتی ازش خداحافظی هم نکردم و فقط اشاره کردم که ننه بره. جمشید با هاشم صحبت کرده بود و میخواست طبق رسوماتشون همونطور که مابقی خواهراش جهاز داده بود برای مریم هم از ارثی پدرش جهاز بده. صبح قبل از نهار بود که جمشید اجازه داد هاشم بیاد داخل. هاشم چقدر مرد شده بود. انگار بزرگ شده بود. سرش پایین بود و با سلام اومد داخل. نزدیک مریم جای گرفت و گفت امری داشتین ارباب؟ هاشم دستاش به وضوح میلرزید و جمشید گفت پدرم به خواهرام جهاز داده. از رخت و لباس و کمد و تخت و قاشق و چنگال. به مریم چیزی ندادیم. هاشم با استرس گفت من چیزی نمیخوام ارباب. همین که مریم تنش سالم باشه برام کافیه. من کار میکنم و کم کم همه چیز براش فراهم میکنم. 2 اتاق دارم درست میکنم. شاید میدونید عروسا حداقل 10 سال هم خرج مادر شوهرشون هستن تا بتونن یه جایی برسن. ولی من نمیذارم حتی 1 سال اونجا بمونه. خونمون کوچیک هست ولی مریم و حضورش اونجا رو بزرگ میکنه. مریم دست هاشم رو که روی پای هاشم بود فشرد. چه حس و حال قشنگی داشتن. جمشید چشماش برقی زد و گفت همینطورم باید باشه. همیشه یادت باشه اون خواهر منه. اون از رگ و ریشه اربابیه. یه زمین 5000 متری هست درست نزدیک شما برای کشاورزی. اونجا رو به نام مریم میکنم. صدای هوی کشیدن بلند شد. اون روزا حتی دخترای ارباب چیزی به نام خودشون نداشتن. به زنا بهایی داده نمیشد و جمشید ادامه داد اون جای جهازش و 4 گاو جای هزینه های عروسیش. همه دخترای این عمارت همینجا عروس شدن و پدرم شام عروسی داده. به 1000 نفر شام داده. اما مریم 4 گاو برای جبران اون هزینه ها بهش میدن. طلا هم به عمه اشاره کرد و گفت وظیفه مادرشه که بهش بده. همونطور که به رعنا دادید. عمه کیلوها طلا داشت و انواع و اقسام علنگوها و گردنبندها. عمه گل از گلش شکفت و گفت چشم میدم، چرا ندم؟ همین الان میرم و میارم. عمه هراسون بیرون رفت و به رعنا اشاره کرد برای کمک بره. خانم بزرگ اون سمت جمشید روی صندلی نشسته بود و گفت جمشید خان برادری رو در حق تموم کرد مریم. درست پدر نداری ولی اون از هر پدری برات با ارزش تره. بیا جلو و دستشو بپوس. مریم
لباش و چشماش میخندید. از اون همه لطف جمشید. جلو اومد و خم شد دست جمشید رو ببوسه که جمشید سرش رو بوسید و گفت خوشبخت باشی. من دیر فهمیدم آدما چقدر میتونن با ارزش باشن. ولی لازم خدا رو شکر که فهمیدم و ناقافل باعث بدبختی تو نشدم. کی باور میکرد؟ مریم شد صاحب زمین و مثل یه مرد سند به نامش بود. اون زمین برای بچه‌هاش هم کافی بود. اینقدر زمین خوب و پربرکتی بود که میتونست با اونجا به همه آرزوهاش برسه. همه میرفتن و خورشید و خوشبختی من پشت کوها میرفت. تو اتاق فقط راه میرفتم. همه میدونستن اون شب چه خبره. نتونستم اون شب خودم رو کنترل کنم. قلبم درد میکرد ولی تصمیمم رو گرفتم. طلاهامو در آوردم و روی میز گذاشتم. به سمت اتاقی که جمع بودن رفتم. آروم به در کوبیدم و رفتم داخل. خوشو بش میکردن و میخندیدن. همه خیره به من بودن و به جمشید که بالای مجلس نشسته بود و با خواهرش خوش بود گفتم میخوام برم خونه آقام. همه سکوت کردن. ابروشو بالا داد و گفت چی؟ صدامو صاف کردم و گفتم میخوام برم خونه پدرم. نمیخوام اینجا بمونم. چیزی که تو دهنش میچرخون رو قورت داد و گفت لازم نیست. صدام میلرزید و گفتم نمیخوامت. مگه امروز به مریم زمین ندادی؟ مگه رسم و رسومات 1000 ساله رو نشکستی؟ منم امروز میخوام اولین زنی باشم که شوهرشو نمیخواد. به عزیزه اشاره کرد منو برگردونه اتاقم. دست عزیزه رو پس زدم و گفتم نمیخوام اینجا بمونم. میخوام طلاقم بدید. خانم بزرگ با اسب گفت دیبا هیچ میفهمی چی میگی؟ تنم میلرزید. هر کلمم انگار نصف عمرمو میگرفت تا بیان بشه و گفتم میخوام برگردم به خونه پدرم. من تحمل ندارم زن مردی باشم که دلش با کسی دیگه است. صدای افتادن اشکام روی زمین رو میشنیدم و کاش کسی بود که دستمو میگرفت. جمشید بلند شد سرپا و گفت برو اتاقت. داری هزیون میگی. جلو اومد. میخواست دستمو بگیره که عقب کشیدم و گفتم میخوام برم. نمیتونی جلومو بگیری چون منم دیگه نمیتونم بمونم. من دوستش داشتم. خطاب به بقیه گفتم وقتی اولین بار دیدمش آرزوم بود مهرم به دلش بیفته. اون شب تا صبح 1000 تا خاطره و رویا میساختم برای خودم و جمشید خان. صدام میلرزید و گفتم من 1000 تا رویا داشتم. از این که منو به زور میخواست بیاره نترسیدم. دلم نلرزید چون دوستش داشتم. چون از ته دلم میخواستمش. از همون روزی که تو بغلش قش کردم دل باختش شده بودم. سرمو چرخوندم داشت نگام میکرد و گفتم بذار برم. تو رو به ارواح خاک پدرت قسم میدم بذار برم. من اینجا بمونم فردا میمیرم. فردا که بشه موهام سفید میشه و دلم سیاه. بذار برم و تو هم به زندگی خودت برس. هیچ کسی انگار نفس هم نمیکشید. همه ساکت بودن. خانم بزرگ میخواست چیزی بگه که جمشید رو به جمال گفت تا خونه پدرش برسونش و برگرد. عمه و خانم بزرگ داشتن دعوام میکردن ولی من به لبهام خندید از اینکه چه ساده از من گذشت. عمه التباس جمشید میکرد از نظرش صرف نظر کنه ولی مگه میشد ارباب چیزی بگه و بزنه زیرش؟ از کنارم میگذشت که دستشو گرفتم. مکث کردم و گفتم دلم از این گرفت که چه ساده تونستی منو کنار بذاری. سرشو چرخون توی صورتم نگاه کرد و همونطور که انگشتامو از دور دستش باز میکرد گفت آدما خودشون هستن که برای خوشی و بدبختی خودشون تصمیم میگیرن. لبخندی زدم و گفتم تو نمیدونستی اما تو جواب دعاهای شبانه من بودی که نذر کرده بودم. خدا به من داده اما یه وقتها چیزی رو به زور خواستن باعث میشه به غلط بیفتی. من به زور از خدا خواستم تو. خدا اینطور مجازاتم کرد. دوست داشتم سهم من باشی از این دنیا. به این بزرگی تو فقط مال من باشی. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم کاش همه چیز همونطور بود که تو سرم رویاشو میدیدم. جمشید بیرون رفت و خانم بزرگ با عصبانیت گفت دختره کم عقل کجا بری؟ تو میدونی چی کار کردی؟ رعنا جلو اومد و گفت
خانم بزرگ، شما میتونی خانداداش رو منصرف کنی؟ دیبا نمیدونه چی میگه. خانم بزرگ بیرون میرفت تا بتونه جمشید رو پشیمون کنه که گفتم من دارم میرم. خواهش میکنم دخالت نکنی. عمه دندوناشو به هم فشرد و گفت تو دیوونه شدی؟ تیزخورت کردن؟ خانم بزرگ به دادمون برس. هیچ کس نمیتونست جلوم رو بگیره. سوار ماشین شدم. هر کسی میرفت اتاق جمشید و دست خالی برمیگشت. من لبخند نسرین رو میدیدم که به آرزوش رسیده بود. خانم بزرگ شاید تنها مادر شوهری بود که اونطور پشت سر من گریه میکرد. نمیتونست سرپا بایسته. روی پله ها نشست. نسرین با اخم گفت مامان بس کن دیگه. آدم برای کسی گریه میکنه که ارزشش رو داره. فردا طبق گفته داداش عروس میاد اینجا. خانم بزرگ با عصبانیت به عقب هلش داد و گفت تو رو من زاییدم اما نمیدونم به کی رفتی. برو عقب تا از بس دلت سیاهه. دلم گرفت برای اشکاش و راهی شدیم. جمال از آینه نگاه هم میکرد و گفت زن داداش چی کار کردی با خودت؟ میدونی طلاق یعنی چی؟ با سر گفتم نه. خندید و گفت شما دیوونه ای؟ چطور تونستی این کارو بکنی؟ اگه درب خونت رو برات باز نکنن، اگه بیرونت کنن چی کار میکنی؟ فقط زیر لب گفتم نمیدونم. اجازه بده برگردم. با هم بریم پیش داداش التماسش میکنیم. نمیخوام. به بیرون خیره بودم و نمیتونستم حتی دارم چی کار میکنم. ماشین از سرازیری گذشت و جلوی درب خونمون نگه داشت. پاهم یاری نمیکرد پیاده بشم و جمال گفت هنوزم دیر نیست. در رو باز کردم و وارد حیاطمون شدم. تو اتاق جمع بودن و بوی شام زود هنگامشون میومد. ننه قرزنان میگفت زود باش از دهن افتاد. مریم مادر جلو بیا یکم دوغ تازه بخور. دور سفره جمع بودن و شام برنج و عدس داشتیم. ننه یه جور خاص درستش میکرد و از بچگی میگفتیم برنج و عدس. بهشون خیره بودم. هاشم برای مریم غذا میکشید و گفت قربون تو بشم بخور. مریم با لبخندش جواب محبتش رو پس میداد. ناقافل متوجه من شدن و هویی کشیدن. به احترامم بلند شدن و مادرم جلو اومد. بغض کرده بود از دیدن من و گفت ببین دخترم اومده. من از اولم گفتم پا قدم مریم خوبه. آغوشش خیلی دیر برام باز شده بود. ننه بیرون رو نگاه کرد و تو چشماش ترسی بود که بقیه بیخبر بودن. آقام با تعجب گفت ارباب اومدن. با سر گفتم نه و ادامه داد تو چطور اومدی؟ به ماشین جمال که جلوی در بود اشاره کردم و انگار تونست نفس راحتی بکشه. آقام برای تعارف و تشکر بیرون رفت و ننه گفت چرا اومدی؟ مریم با دلخوری گفت ننه برای خونه پدر و مادرش اومدن باید دلیل بیاره. تنها ننه بود که میفهمید من چیکار کردم. جمال رفت و منو بالای سفره نشوندن. ننه برام غذا کشید و گفت بخور. زن برادرام 1000 تا سوال تو سرشون بود و میپرسیدن و من جواب کوتاه میدادم. آقا از اون حالاتم دلخور شد و گفت چرا این موقع شب اومدی؟ هنوز یه قاشقم نخورده بودم و گفتم قرار ارباب طلاقم بده. صدای افتادن قاشق‌ها رو توی بشقاب‌ها شنیدم و همه به هم خیره بوندن. با آرامش غذامو خوردم و تشکر کردم. همه زبونشون قفل کرده بود و ننه گفت ارباب تو رو فرستاده؟ عقب کشیدم، زانوهامو بغل گرفتم و گفتم نه من ازش خواستم. نمیتونستم بمونم و صبح عروس بیارن عمارت. برادرم با عصبانیت گفت تو غلط کردی. تو چی کاره ای که تصمیم میگیری؟ بلند شو ببریمت عمارت. به دست و پاشون میافتی تا قبولت کنن. مریم جا خورد و گفت دیبا چرا خواستی بیای؟ چطور خانداداش اجازه داد تو بیای؟ سرمو به دیوار تکیه کردم و به ماه تو آسمون نگاه کردم و گفتم اونجا برای من خیلی کوچیک بود. برادرم به سمتم اومد و همونطور که دستمو میگرفت گفت بلند شو بریم. التماسشون کن. بیا آبرویی. اینجا رسم نیست که بیای طلاق بگیری. ارباب اگه 100 تا زدم بگیره حق نداری حرفی بزنی. دستمو میکشید و من روی زمین کشیده میشدم. ننه جلو اومد منو نگه داشت و گفت ولش کن.
چه غلطی میکنی؟ ننه رو به عقب هل داد و گفت هنوز اینقدر بی غیرت نشدم. باید برگرده. دستمو به زور از تو دستش بیرون کشیدم و گفتم ولم کن. کسی نمیتونه منو برگردونه اونجا. جیغ میکشیدم و بالاخره اون دل لامصبم ترکید. خودمو میزدم و جیغ میزدم. همه وحشت کرده بودن از دیوونه بازی های من. موهامو میکشیدم. با مشت به ستونهای چوبی ایوون میزدن. داشتم میمردم. مادرم جلو اومد. محکم منو تو آغوش کشید و رو به ننه گفت چی به سر این دختر اومده؟ حق حق میکردم و گفتم من جمشید خان رو دوستش دارم. جیغ میزدم و میگفتم من اون رو دوست دارم. از دوست داشتنش دارم دیوونه میشم. گلوم انگار پاره شده بود که اون جور میسوخت. ننه و مامان منو بردن تو اتاق. حتی نفهمیدم کی و چطور خوابیدم. تنم درد میکرد. از جای مشتایی که به خودم زده بودم و خودم رو به در و دیوار کوبیده بودم. زیر لحاف تو اون هوای به اون خوبی هم حس سرما داشتم. گاهی که چشمامو باز میکردم ننه و مریم رو میدیدم که بالای سرم نشستن. خورشید بالا اومده بود و صدای صحبت‌ها از اتاق بغلی می اومد که میخواستم برای دلجویی از ارباب برن و منو برگردونن. پیشه مرگ موش رو میدونستم کجاست. با خودم عهد کردم خبر عروس بردن جمشید که به گوشم رسید همه شیشه رو سر بکشم. ننه برام چای شیرین آورد و گفت بلند شو یه ذره بخور. از بس خودتو زدی ببین چه به روزت آوردی. تازه درد رو حس کردم. دلم درد میکرد و یکم دامنم خونی شده بود. ننه روتاشکی رو بیرون کشید و گفت آخه دختر تو چرا به خودت رحم نکردی؟ تو چرا این تصمیم رو گرفتی؟ به زور سرپا شدم. سرم گیج میرفت و گفتم ننه گرسنم یه چیزی میدی بخورم؟ ننه با روی باز تو دهنم لقمه گذاشت و گفت چیزی میخوای بپزم؟ میخوان برت گردونن. دعا کن ارباب قبول کنه. تو داری با روی کی بازی میکنی؟ اصلا حواست هست چی کار میکنی؟ خندیدم و گفتم دعا کن ننه امروز بمیرم. با دست تو دهنم زد و گفت زبونتو گاز بگیر. صدای برادرم میومد که میگفت بگید آماده بشه. باید التماسشون رو بکنه تا شاید قبولش کنن. وگرنه به خدا قسم اینقدر میزنمت که همینجا بمیری. ننه بلند بلند گفت حواست باشه. این هنوز زن اربابه. کاری نکن خودت بمیری. ننه دستمو فشرد و گفت تو چرا اینقدر دیوونه شدی؟ اونجا تو ناز و نعمت بودی. اونجا خانم امارت بودی. این لجبازیات به کی رفته؟ تو داری به خودت صدمه میزنی. برادرم با لگد در رو باز کرد و همینطور که میومد داخل گفت آماده شو. هنوز جملش کامل نشده بود که در به صدا در اومد. شب قبل وقتی خودم رو میزدم و عصبی بودم دیدم که کسی بین درب و درب کوچه رو بست و رفت. برادرم بیرون رفت و گفت بذار ببینم کی اومده به ریش ما بخنده. بیرون میرفت و رو به ننه گفتم بذار منو بزنن تا بمیرم. یه وقت جلوشون رو نگیری. در که باز شد صدای دایر زنها بلند شد و ننه هراسون بیرون رفت. 4 دست و پا پشت درب اتاق رفتم و مجموعه و خونچه ها رو دیدم که وارد حیاط می شد. ننه به من نگاه کرد و لباس عروس که دیروز دیده بودم روی دست خدمه های جمشید وارد حیاط شد و صدای دست و کف زدن بلند شده بود. ننه گفت چه خبر شده؟ عزیزه جلو اومد. با دیدنم با بغض گفت میدونی اون دختری که دل ارباب رو دزدیده بود و ارباب میخواست با عزت و احترام عروسش کنه کی بود؟ فقط به دهنش خیره بودم و ادامه داد شما بودی. خونچه ها رو زمین گذاشتن و وسط حیاط میرقصیدن. توی چشم به هم زدن. همه رو پشت بوماشون جمع شدن و به حیاط ما خیره بودن. من گیج شده بودم و عزیزه منو داخل برد. من که مثل مجسمه ها تکون نمیخوردم و ننه و عزیزه لباس عروس رو تنم کردن. موهامو دورم ریخته بود و یه زنی که نمیدونستم حتی کیه موهامو به زور بالای سرم سنجاق کرد و اون تور رو آویزش کرد. ننه دست میزد و انگار همش تو خواب بود. چشمامو میخواست سرمه بکشه که عزیزه گفت سفارش اربابه که ساده باشه و زیبا. عزیزه سرم رو به سینه فشرد و گفت تنها تو نبودید که دلباخته ارباب شدی.
اون ارباب سنگدل ما هم بالاخره دلش لرزیده. کفشامو پام کردم و گفت ارباب خودش میاد پیه. من هنوزم تو شوک بودم و فقط نگاهشون میکردم. ننه و بقیه دست پاشون رو گم کرده بودن و هر کسی یه چیزی میگفت. برادرم خشکش زده بود و من بیشتر از همه شوکه بودم. چه روز قشنگی بود. چه صبح قشنگی بود. هیچ کسی باور نمیکرد. ساعت نزدیک ظهر بود که ماشین جمشید اومد. نمیتونستم چطور میتونم باهاش رو در رو بشم. ولی باید میرفتم. برای عشقی که اونطور حس میکردم باید میرفتم. در باز شد و من تو اتاق انتظار جمشید خان رو میکشیدم. لباس سفید توری تو تنم که کاملا هم پوشیده بود. جمشید رو برای اولین بار تو کت و شلوار دیدم. تو چارچوب در بود و نگام میکرد. چشمام درست میدید یا هنوز خواب بودم یا هنوز رویا میدیدم. نمیدونم چی درست بود و چی غلط. فقط مردی رو میدیدم که دوستش داشتم. نمیدونم اون شیطنت از کجا اومد سراغم. نزدیکم که شد خودم رو به قش کردن زدم و افتادم تو بغلش. ننه جلو اومد و بین دستای جمشید بودم. خندش گرفته بود چون بازیگر خوبی نبودم و گفت بازم قش کردی با دیدن من؟ اینقدر جذاب و خواستم. ننه همونجا موند و آروم گفتم بهترین مردی هستی که دنیا به خودش دیده. ولی همه میگن بد اخلاقم. شیفته همین بد اخلاقیاتم. همین بد محبتیات. آروم چشمامو باز کردم. کمک کرد بایستم و گفتم بازیم دادی. نفس عمیقی کشید و گفت قبل تو هیچ چیزی از دوست داشتن رو درک نمی کردم. ولی تو با اون زبون درازت تونستی منو تغییر بدی. به خودت نگاه کن. همون روز که دیدمت نتونستم از صورت چشم بردارم. نتونستم فراموشت کنم. بعد که تو عمارت اومدی فهمیدم یه اتفاقی افتاده. ولی بازم نفهمیدم که چی شده. ولی کم کم حس کردم تو پران چی هستی. میخواستم با عزت و احترام ببرمت عمارت. ولی خودت پیش دستی کردی. تونستی ولم کنی و بری. دیشب عصبی بودم. اومدم اینجا تا بگم طلاقت میدم. دیدم که چطور خودتو میزدی و میگفتی جمشید رو دوست دارم. دیدم که میگفتی جمشید رو بیشتر از همه دوست دارم. صدام نلرزید و گفتم هنوزم میگم. دستمو بین دست گرفت و گفت اجازه میدی دستت کنم؟ همون انگشتر بود. تو چشمام حلقه اشک جمع شد و گفتم بله. قبول میکنی با من بد اخلاق پیر بشی؟ بله. همه پشت سرمون بودن و جمشید انگشتر رو توی دستم کرد و گفت یادت باشه این بار با خواسته خودت داری میاد. دیگه پشیمونی فایده ای نداره. چشمامو بستم و باز کردم و گفتم میدونم. تون رو جلوی صورتم انداخت و رو به ننه گفت دخترتون رو بردم با لباس سفید عروسی. ننه دور سرم اسپند چرخوند و گفت چقدر به هم میای. مردم از بالای پشت بام روی سرمون نقل میپاشیدن و توقع نداشتم. ولی خانم بزرگ و عمه هم اومده بودن. عمه سالها بود اونجا رو ندیده بود. با بغض به در و دیوار نگاه میکرد و چقدر همه چیز قشنگ بود. مامان از زیر قرآن ردم کرد و همه متعجب و شوکه بودن. ولی برام خوشحال بودن. هرچند بعضی هم حسادت میکردن و ناراحت بودن. بخت اقبال من اینقدری بلند بود که اونطور عروس بشم. با لباس سفیدی که همه از دیدنش حیرون بودن. عمارت انتظار منو میکشید. من جلو کنار جمشید نشستم و خانم بزرگ و عمه عقب جای گرفتن. خانم بزرگ دستش تمام مسیر رو شونم بود و چقدر با محبت بود. اون بهترین و بی‌عیب ترین مادر شوهری بود که دنیا به خودش دیده بود. با بغض همه جا رو نگاه میکردم و گاهی دلدرد میگرفتم. اما هیچ چیزی خوشحالی اون روز رو نمیتونست از هم بپاشه. جلوی پاهام دوباره گوسفند قربانی کردن و جمشید برام شد بهترین مرد و با کمالات ترین آدم. نهار همه خواهراش بودن و حتی اونا نمیدونستن که من همون دختری هستم که جمشید مثل شاهزاده ها به عمارت آوردش. نسرین چشماش از تعجب بزرگ شده بود و بدترین جاش اونجا بود که باید برای دستبوسی زن ارباب جلو می اومد. تردید تو نگاهش موج میزد و بالاخره آخر از همه جلو اومد. علاقه‌ای به اون حرکت نداشتم.
اما اون لحظه غرور میطلبید. کنار جمشید ایستاده بودم و دستم تو دستش بود. جمشید نشست و اشاره کرد همه بشینن و گفت دیبا فصلی بود که زندگی منو تغییر داد. مثل سیلی که اومد و همه رو با خودش برد. دیبا اولین زنی بود که با دیدنش دلم خواستش. جمشید دستمو بین دست گرفته بود و گفت میخواستم اونطور که لایقشه بیارمش اینجا، اونجور که درسته و خدا رو شکر که فرصت آماده شد. به من نگاه کرد و گفت ممنونم ازت، از اون زبون درازت، از اون جسارتت، از اون همه بیباکی. لبخندی زدم و گفتم من ممنونم. نهار خوردن و دیگه باید برمیگشتن خونه هاشون. خانم بزرگ خوشحالیش غیر قابل توصیف بود و عمه هم که لذت می‌برد. نسرین وسایلش رو آماده می‌کرد که بره. دلم پر بود ازش، ولی رفتم پیشش. با دیدنم جا خورد و گفت دارم میرم. سرم رو تکون دادم و گفتم من برای دعوا نیومدم. پس اومدی بیرونم کنی؟ نه، حق با شماست. من کجا و این عمارت کجا؟ اما به نظر من خدا به دلی کشتی میده که دریا باشه. نسرین سرشو پایین انداخت و گفتم در به اینجا همیشه به روت بازه. هر وقت خواستی بیای میتونی. نسرین سرشو حتی بلند نکرد و بیرون رفت. نسرین آدمی بود که خودشو ضعیف نشون نمیداد و داشت از درون خودشو میخوند. رفتن اونا خوشحالم کرد، چون فرصت میشد بیشتر با جمشید خانم تنها باشم. خانم بزرگ منو کنار کشید و اون لحظه کلی نصیحتم کرد. خم شدم دستشو ببوسم که مانع شد و گفت تو قرار نیست دست منو ببوسی. تو فقط منو مادر بزرگ کن. چشمی گفتم اون شب قرار بود دوتایی شام بخوری. یه سفره رنگی پهن کردن و اتاقم رو خیلی دوست داشتم. اون تخت و اون همه وسایل برای من بود. چرخی تو اتاق زدم و دور خودم میچرخیدم که در باز شد و جمشید وارد شد. از دیدن من و دیوونه بازیان خندش گرفت و گفت چرا میچرخی؟ نتونستم جوابشو بدم و سرم گیج میرفت. لبه تخت نشستم و گفتم از خوشحالی. جمشید سرمو بوسید و اون شب شد شروع زندگی دوباره من با جمشید خان.